سلام مادر، سلام مادر، برایت احترام مادر. همه آن سختی ها بگذشت و پیشوازم برا مادر. توی تنها امیدی من، توی راهی سفیدی من. رسید وقتی دعاگویی، دعایم کن دعا مادر. رسید وقتی دعاگویی، دعایم کن دعا مادر. سحر بعدی نمازی بام دادم، به درگاهی خدا زاری نمودم. سحر بعدی نمازی بام دادم، به درگاهی خدا زاری نمودم. خداوندا نگهدار مادرم را، همین از آرزوها و امیدم. خداوندا نگهدار مادرم را، همین از آرزوها و امیدم. روان گشتی به بازار رسیدی، هزار و یک متاهای بدیدی. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم بیننده های عزیز و مخلصان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعی ما در طربخانه دیدار در روز خرسندی مردم اقصای زمین برای تبریک و تهنیت نمودن با جشن توی نکاحی فرزند با ختنه توی نبیره ها، برای تبریک کردن آی جمال خاله، خالده خاله و دلشاد آیتی، از نام فرزندانشان، از نام مهرابکه، صدبرگایتی، صبورکه، دلناز آیتی و داماد و عروس امشب آریان دلفروز بانو، امروز صاحب جشن ها را تبریک میگویم. امروز نیز ختنه توی دارند. عظیم جان، حافظ، صابر جان، سزاوارها را در روز ختنه تویشان تبریک میگویم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. همه گفتار من مهری پدر بود، همه اشعار من رازی پدر بود. کنون در خواب میبینم ورا من عزیزان، همه الهام من سحری پدر بود. روحشان شاد شود، خانه آخرتشان آباد شود. حالا عزیزان با اجازت شمایان گروه تبریکاتی شهنان را ما دعوت میسازیم. مرحبا شاگرد عزیز حسین جان، مرحبا. همه سختی ها بگذشت و پیشوازم برا مادر. توی تنها امیدی من، توی سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم اصلزاده ها، مردمی با آراننگ و ناموستار، مردمی مهنت و مهمان دوستی اقصای عظیم. همه شمایان را به این درگاه شادروان پدر عزیزی خاندان که بر وقت از این دنیای فانی درگذشتند و خانواده عظیم بای بابا به هر یکی شمایان خیر مقدم و خوش آمدن میگوییم. در این خانواده که امروز وزن بالای بزم از جماعی ما برای تبریک مادران عزیز که جنت در زیر قدم مادران است، برای تبریک آی جمال خاله، خالده خاله، دلشاد آیتی آمدیم و صحنه میخواستیم همه آنها را تکلیف کنیم همراهی فرزندانشان مهرابکه، صبورکه، صدبرگایتی، دلناز آیتی ها، مرحمت. و البته امروز در این خاندان ختنه توی است آریان، امروز توی نکاحی آریان و دلفروز بانو را، ختنه توی عظیم جان، حافظ جان، صابر جان، سزاوار جان را برگزار کرده ایستادیم. میخواستیم سر اول مادران عزیز را به صحنه تکلیف کنیم. مرحمت، نزدیکتر میستیم. آی جمال خاله، تای مبارک، روز خرسندی را مبارک باد میگوییم. فرزندانم یک قطار شدید بعد از ما نزدیکتر بیاید. آی جمال خاله، خالده خاله، دلشاد آیتی توی ها مبارک باشد. امروز شب عشق و عاشقی فرزندان را مبارک باد میگوییم. آی جمال خاله، عروسی آماده ایستاده، امشب این گل عروسی نازنین همراهی آریان جان دلفروز بانو یک جای پایش پیر شود و البته با پای قدم آماده باشند، در خدمت شما باشند. خیلی که مهمانان عزیز، برای هر یکی ما معلوم است بعد از درگذشتن پدر، مادر عزیز، مادر مهربان، مادر غمگسار، تمام از هستی، از جوانی خود دور شده
بود و نبود خود را برای فرزندان فدا کردید. آی جمال خلا من 3 فرزند اصیل را به وای رساندید. صاحب بخت، صاحب عائله و صاحب نامی نکو کردید. از نام فرزندانتان، از نام 3 قناتی که در اطراف شما پروانه هستند، از نام مهرابکه، صبورکه، آریان جان و کیرین پاشاها که همچون دختر در خدمت شما هستند، شما تبریک میگوییم. گفتن مادر من هیچ وقت دلگیر نشوند، هیچ وقت خسته نباشند و کسل نشوند، خودشون احتیاط کنند. در سر ما صحت سلامت شده گردن. اگر من محال میدانیم چی عذاب و چی پستی و بلندی های زندگی بود، انا همین پستی و بلندی های زندگی با نگاه نکرده با یک سر بلند ما را به وای رسانده. خدا را شکر میکنیم که این خیل مادری ارزنده و زیبنده ما را به وای رساند. مهمانان عزیز، مادر چی بزرگترین شخصیت است در سری همین فرزندان، در سری ما فرزندان. مادر آن شخصیت است که شبها از آن خواب شیرین دور شده تا صبح سحر در سر گوهره فرزند الله ناز میخواند. خدا نکرده اگر فرزند یک لحظه بیمار شود تمامی هستی خود را گم میکند و در سر آن فرزند شب و روز بیدار زندگی میکند. مادران عزیز، امروز توی فرزندان مبارک باشد. برای آی جمال خلا این شب خرسندی را، ختنه نبیره ها را مبارکباد میگوییم. آی جمال خلا شما یک زنی که مردانوار فرزندان اصیل را به وای رساندید. برای شما چقدر سخن گویم کم است. نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. من ز لطفی بیکرانی تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی ای دیده هایم مادرم. الله های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی ای با وقایم مادرم. بر قدی خم گشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبح و صفایم مادرم. حاضر آی جمال خلا همراهی فرزندان صحبت کردیم. من در اینجا مهرابکه، صبورکه، البته آریان جان میگویند مادر ما از خورده ما را میالاندند. چی گفتم میالاندند؟ گفته شوخی کرده پرسیدم یک لباسشان را یا یک رویمال سرشان را عوض کردم. من دلشان نمیشد که برای فرزندانم شرط و شرایط های زیبای مهیا کنم. گفتم برای میالاندند که انا همین لباس را، انا همین رویمال سرم را دوست میدارم بچم، برای تو من همین مبلغ را گیر، آن کار کردی، مزد مهنتت را گفتی برای خودت، برای فرزندانت کار فرمان، برای من همه چیز مهیا است. گفتم میالاندند. لیکن مادر ما هم خیلی مادری زحمتکش، مهنت دوست و مهربان هستند. تا دنیا باشند در سر ما فرزندان. زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. بگذار مادران ما همیشه لبخنده کنند و در سری ما فرزندان صحت سلامت باشد. گفتم و البته تمام زنبانوان مادران را در یک جا جمع کرده پرسیم برایشان از همه تحفه به بهاترین چیز گوییم. از طرف فرزندان میگویند مهر و محبت است و بعد از آن گلدسته زیبا. امروز باشد برای مادران عزیز گلدسته های زیبا را تیار کردیم. یک تا پیشکش میکنیم برای آی جمال خلا. مهمانان فقط خرسکتی یک جویه برای امروز صاحب تویان. مرحمت برای جمال خلا، تایها مبارک، روز خرسندی را مبارک باد میگوییم. و البته برای خالده خلا ختنه توی نبیره ها را مبارک باد میگوییم. خالده خلا و البته برای دلشاد آیتی توی نکاحی فرزند را مبارک باد میگوییم. مبارک باشد. در اینجا کلام الله را، نام خداوند کریم و البته پیغمبر آخر زمان ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را یک جای آماده کردیم. برای آی جمال خلا مرحمت پیشکش میکنیم. مبارک باشد. و البته برای خالده خلا نیست تحفه های ارزنده و زیبنده داریم. مرحمت خالده خلا مبارک باشد.
امروز یک روز خرسندی و سعادتمندی است. آقای جمال خلا، خالد خلا، دلشاداییتی توی ها مبارک باشد. بگذارید رشته خداگری هزار ساله ها باشد و امروز عروسی آماده ایستاده با پای قدم آمده در خانواده صاحب تویان، در خانواده آقای جمال خلا همچون دختر در آمده خدمت کند. امروز در هر توی نیت میکنیم. آقای جمال خلا برای امروز داماد و عروس میخواستیم گوییم من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزندی او پسر شود. نامبرداری آریان جان گردد میانی مردمان. نام فرزندی نخستین نام پیغمبر شود. گفتگی و به ملال باشه. حتی قرصکی بخواهد زنیم برای صاحب تویان. خیلی مبارک. و البته داماد و عروس را با اولین سلام هایشان عروسی نازنین رو به نزد مادران تکلیف میکنیم. سلام هایشان را میرسانند. بعد از آن باشد گلدسته ها را پیش قدام مادران میگذارند. توی ها مبارک باشد میگویم. مرحمت. همان سختی ها بگذشت آتش بازم برا مادر توی تنها میدی من توی راهی سفیدی من رسید وقتی دعاگویی دعایم کن دعا مادر رسید وقتی دعاگویی دعایم کن دعا مادر سحر بدی نمازی بام دادم درگاهی خدا مبارک باشد. نبودم سحر بدی نمازی بام دادم به درگاهی خدا زاری نبودم خداوند و نگهدار مادرم را همین از آرزوها امیدم خداوند و نگهدار مادرم را همین از آرزوها امیدم روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاهای میدیدی روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک امروز که روزی خرسندی است برای مهرابکه صبرکه ختنتوی فرزندان را مبارکباد میگوییم. خدا کند که امروز این چهار پهلوان خاندان دوامچین اولاد و سلاله مانند امکشان مانند آریان جان یک صاحب جامعه داماتی گردند. صاحب یکی از کسب‌های پرشرفترین شوند و نامبردار پدری خود باشند. نامبردار مردم آمسای عظیم باشند میگوییم. توی ها مبارک باشد. ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو. ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو. با ادب باش و دم از کوی انسانی مرو. حرمتی مادر پدر کن حق از تو بدان. حق پرستی پیشوانوی سخن استادی عزیز خیرامانایتی میدهیم. میخواستیم بیاتهای نکویشان را دوام کنند. مرحمت استادی عزیز. السلام علیکم. هزار رحمت برای که وقت برای ما جدا کردید. تشکر شاگرد عزیز. سرت سبز و روحت زیبا وجودت به بلا بادا و هر جای قدم مانی نگهبانت خدا بادا. تشکر بر شمایان. خوش آمدید. دوستان عزیز، همدیاران گرامی، باز یک بار دیگر همه شمایان را و این بزم وصالی عاشقان خیر مقدم میگوییم. حالا نوبت را عزیزان به سفرعلی میدهیم. همه شمایان عزیزان دل را مرحبا بر رقص دعوت میسازیم. صحنه منتظر شمایان. مردم همه پروازی تو را میخواهند. مردم همه پروازی تو را میخواهند. انجام نه آغازی تو را میخواهند. گرچه میان مردم آوازه شدی، از بس که میان مردم آوازه شدی، آوازه نه آوازی تو را میخواهند. مرحبا عزیزان، مرحبا همه شمایان را به رقص دعوت میسازیم.
بیننده های عزیزی ما، مخلصان عزیزی شبکه تبریکاتی شهنان، امروز جماعی ما مادر مهربانی خاندان که امروز در وظیفه هم پدری هم مادری هستند، آقای جمال خاله را و تمام صاحب تویان را در این روز خرسندی در این طربخانه بخت همراهشان شادی آوردیم و تبریک کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.